سازمان دیدبان حقوق بشر روز 8 سپتامبر سال 2023 در یک اظهارات گفت پرزیدنت امریکا جو بایدن در ملاقاتش با 5 پرزیدنت آسیای مرکزی باید مسئله حقوق انسان را در محور قرار بدهد. نخستین ملاقات پرزیدنت های امریکا و آسیای مرکزی قرار است روز 19 سپتامبر در نیویورک در حاشیه اجلاس‌های سالانه مجمع عمومی سازمان ملل برگزار شود. دیدبان حقوق بشر گفت در حالی که حمله روسیه به اوکراین منطقه از معدن‌ها بای و از لحاظ استراتژیکی مهم آسیای مرکزی را در محور توجه قرار داده است و هم امریکا و هم اتحاد اروپا از حکومت‌های این منطقه تقاضا دارند که به مسکو امکان و مجال استفاده قلمروشان را برای پشت پا زدن تحریمات به ضد روسیه به دلیل جنگش با اوکراین اعمال شده را ندهند. جو بایدن نباید امکان بدهد که مسائل داغ حقوق انسان در کشورهای آسیای مرکزی زیر سایه بماند. از بس که هم امریکا و هم اتحاد اروپا در پی جنگ روسیه به ضد اوکراین جهت تحکیم روابطشان با آسیای مرکزی تلاش می‌ورزند، باید جهت رعایت معیارهای بنیادی حقوق قانون و حقوق انسان کفالت بگیرند. بایدن باید در مورد قطع تعقیبات انگیزه‌هایشان، سرکوب آزادی سخن و بی‌جزا ماندن حالت‌های شکنجه و بدرفتاری پلیس از این حکومت‌ها اندیشیدن چاره‌های قطعی را طلب کند. در بخش مربوط به تاجیکستان در اظهارات گفته می شود که حکومت این کشور تعقیباتش در ساحه حقوق انسان و آزادی‌های اصلی را افزایش داده، اعتراض‌های آسایش‌تر را در ولایت مختار کوهستان بدخشان در سال‌های 2021-2022 بیرحمانه سرکوب کرده، از اتهامات قلبکی به ضد حامیان حقوق برای نقارگیری از آنها برای فعالیت‌های کسبیشان سوء استفاده می‌برد و شماره زیاد سازمان‌های جامعه شهروندی را برهم داده است. حامیان حقوق معتقدند که امریکا باید مسئله وضع سنگین حقوق انسان در تاجیکستان را بردارند و پیش از گسترش مناسبت‌ها باید به پیشرفت‌های مشخص در این مسئله نائل شوند. همین طور به عقیده حامیان حقوق امریکا باید از حکومت قزاقستان تحقیق موردهای مرگ انسان‌ها و دیگر حالت‌های نقض حقوق انسان را در جریان سرکوب خونین اعتراض‌های ماه ینور سال 2022 که دست کم 238 کشته به جا گذاشت طلب کند. در قرقیزستان نیز بنا به مشاهده‌های دیدبان حقوق بشر پسرفت جدی نظر به سال‌های پیش به نظر می‌رسد و مقامات فضا را برای مطبوعات و جامعه شهروندی تا رفت تنگتر کرده ایستادند. همین طور ترکمنستان یکی از کشورها از همه بسته و تعقیبات نه فقط در آسیای مرکزی بلکه در جهان نامبر شده گفته می شود که با وجود اخیراً بر اساس آزاد شدن چند محبوس سیاسی باز هم محبوسان زیادی با پرونده‌های سیاسی در محبوس‌های ترکمنستان باقی میمانند. دیدبان حقوق بشر همین طور از پرزیدنت ازبکستان شفقت میرزیویف را به باد انتقاد کشیده گفت وعده اصلاحات سیاسی در این کشور عملی نشد، بلکه اخیراً میرزیویف با تغییر قانون اساسی زمان ریاست خود را باز برای دست کم 14 سال دیگر تمدید کرد. اظهارات آمادگی رهبران آسیای مرکزی برای اشتراک در این ملاقات فرصت است برای بایدن تا پیام روشن بدهد که مناسبت‌های شریکانه باید بر روی رعایت معیارهای بنیادی حقوق انسان ساخته شود. اگر حقوق انسان آسیای مرکزی کفالت داده نشود، ثبات درازمدت در این منطقه زیر سوال قرار می‌گیرد.